نوروزتون مبارک باشد بیننده های عزیز. سلسله برنامه حکمت نوروز را ادامه می دهیم و در مهمانی ما حضور دارند خادم کلون علمی مرکز سینه‌شناسی اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان محمد سلام مخشولов. خوش آمدید. نوروزتون مبارک باشد. سلامت باشید. به شما مبارک باشد. سلامت باشید. واقعا هم نوروز جشن شکفتن هاست. در برابر آن که جنبه های تاریخی دارد، جنبه های علمی و نجومی دارد، همچنین جنبه های فرهنگی زیاد هم دارد که مثلا همین جنبه ها را مردم ما در خود نگاه داشته و تا امروز به ما آورده رسانیدن. خب اگر رو بیاریم به سرچشمه های تاریخی و سرچشمه های ادبی، در این مورد چی میگفته باشند؟ شما خیلی درست فرمودید. در حقیقت نوروز خود یک پدیده بزرگ فرهنگی است. پدیده بزرگ فرهنگی، پدیده خیلی مؤثر فرهنگی است و نه تنها جنبه همین مردمی و رقص و سرود این، بلکه جنبه خیلی عمیق فلسفی و هستی شناسی و زیبایی پرستی و کلا فرهنگی دارد. خودی واژه میشد گفت که موقعی که درباره فرهنگ مردم ایرانی تبار و قبل از همه تاجیکان سخن میرانیم، با کمال اعتماد میتوان گفت که نوروز خود خمیرمایه فرهنگ ماست. چرا؟ چون که همین واژه فرهنگ که ما ازش امروز از آن خیلی زیاد استفاده میکنیم، از دو واژه اوستایی، از دو ریشه اوستایی عبارت است. یکی فر، مشیت خداوندی، برکت خداوندی، و دیگری هنگ، یعنی کشیدن، با خود جذب کردن برکت و مشیت خداوندی. از چه طریق؟ از طریق اندوختن علم و دانش درباره هستی، نه تنها علم درباره علوم دینی و این علم ها، بلکه کلا علم درباره هستی، درباره انسان و درباره جایگاه انسان در طبیعت و در عالم هستی. و از چه طریق؟ از طریق گفتار، از طریق پندار نیک، رفتار نیک و گفتار نیک. این سگانه تنها اوستایی و زرتشتی نیست. این سگانه یعنی پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک به مردم ایرانی تبار آریایی نژاد، یعنی به اجداد تاجیکان مدت خیلی قبل از نوروز، هزاران سال قبل از اوستا، از ظهور زرتشت وجود داشت. یعنی تمام همین سگانه‌ای که از طریق اونها گویا که فرهنگ جذب کرده می شود، در نوروز تجسم عالی پیدا می کنند. به همین خاطر است که می گویند که نوروز خمیرمایه فرهنگ ماست. این خیلی جنبه مهم دارد و همین است که نوروز با عنوان وسیله تاثیرگذاری تاجیکان با اقوام مجاور طی هزار ساله ها عرض وجود نموده است. ببینید اقوام زیاده از صحرای قیپچاق به ما حمله ور می شدند طی هزار ساله ها، طی 100 ساله ها، و ما اونها را از لحاظ فرهنگی تسخیر می کردیم. با عنوان حاملان تمدن ما تاجیکان هنوز پابرجاییم. علت چیست؟ علت ویژگی های فرهنگی ماست. دانشمندان در خصوص خیلی زیاد ابراز نظر نمودن. ویژگی های فرهنگی، فرهنگ سالاری که خاص تاجیکان است، یکی شهر محوری بودن طرز زندگانی تاجیکان، دوم و سوم اعیاد تاجیکی، یعنی جشن‌های تاجیکی، جشن‌های آریایی سده، نوروز، تیرگان و مهرگان. و یکی از علت‌های پابرجایی
سختجانی تاجیکان هم همین روح مقاومت است که طی هزار سالها پروریده شده است از طریق ویژگی‌های فرهنگی و از طریق شهر محوری بودن زندگی تاجیکان و از طریق جشن‌ها. یعنی که نوروز ifade کننده روح ملی ماست. بله خیلی درست فرمودید. این تجلی روح آریایی است. تجلی روح آریایی و یک تجلی مشترکات تمام قوم‌های ایرانی تبار است. شروع کرده از پشتون‌ها و بلوچ‌ها و ایرانیان و اسیتی‌ها و تاجیکان و کردها، تمام اقوام ایرانی تباری که امروز عرض وجود میکنند. از همین است که نوروز را نمای ملی ما میگویند. بله کاملا درست است. به همین خاطر است چون که ما را از لحاظ قومی به هم میپیوندد و یک تجلی، یک درخش، یک گویا که ابرازی ویژگی‌های بارز فرهنگ تاجیک برای بینندگان و شنوندگان و درک کنندگان است. تمام بزرگان ما از نوروز با عنوان یک از وسیله‌های تصویر زیبایی و زیبایی پرستی و حتی اسرار عالم و شناخت عالم و درک عالم و زیبایی پرستی استفاده کردند. شروع می‌کنیم برای مثال از حکیم فردوسی طوسی. حکیم فردوسی طوسی نوروز را به عنوان یکی از بزرگترین جشن‌ها خیلی زیاد و خیلی زیبا توصیف می‌کند. معتقد است که البته گویا که تأثیر پذیرفته از فرهنگ آریایی باستان است. فردوسی میگه که نوروز گویا که یک روز است، یعنی یک جشن است. جشنی است که وابسته است به گشودن اسرار هستی. ببینید همون داستان معروف بیژن و منیژه، اوجا وقتی که گیو در جستجوی بیژن عاجز میماند، پهلوان ایرانی گیو و نزد کیخسرو میرود و از او طلب میکند که به تو از جام باقی مانده است و ببین که در همون جام تو جهان رو مینمایاند. ببین که بیژن کجاست که ما بریم و اونو بیاریم، چون که مدت زیاد است که نمیتونیم پیداش کنیم. کیخسرو چی میگه؟ میگه که بمان تا بیاید ماهی فرودین که بفروز دادن در جهان هوردین. هوردین یک کشوده شدن اسرار عالم. بگویم تو را هر کجا بیژن است، با جام اندرین این مرا روشن است. و وقتی که همون روز فرودین یعنی نوروز فرا میرسد، همون هوردین گویا که هویدا میشد، اسرار جهان هویدا میشد، اما نه به هر کس، به خاصان. و کیخسرو در جام مینگرد و میبیند که نشان و زمان سپهری بلند، همه کرد پیدا چی و چون و چند. ببینید این نوروز است. یعنی از این لحاظ نوروز نماد گشوده شدن اسرار هستی، اسرار جهان است. و حکیم عمر خیام نیشاپوری نیز اگر راجع به جنبه‌های زیبایی پرستی نوروز ابراز نظر کنیم، پس حکیم عمر خیام نیشاپوری خیلی به طور جالب از گویا که ابراز از همون چی نوروز، وسیله تصویر نوروز خیلی زیاد استفاده میکند. از آن جمله میگه که روز خوش و هوا نه سرد است و نه گرم. برعکس، روز خوش و هوا نه گرم است و نه سرد. ابر از رخ گلزار همی شوید گرد. بلبل به زبان پهلوی با گل زرد فریاد همی کند که می باید خورد. ببینید دیگر روزهای سال، بهار و تیر ماه هم ابر از رخ گلزار گرد را می شوید. اما چرا در نوروز؟ چون که اون شستنی که در نوروز است رمز پاکی است، یعنی وارستن از کدورت و از چیزهای منفی است. و دوم اینکه بلبل به زبان پهلوی میگوید با گل زرد. گل زرد نشان یأس و ناامیدی است. با اون اشاره میکند و میگه که می باید خورد، یعنی شادمانی و سرور باید کرد. از چه طریق؟ با استفاده از زبان پهلوی یعنی تاجیکی، فارسی. یعنی ببینید جنبه‌های زیبایی و گویا که همون خصوصی ویژگی‌های به خود خاص زبان تاجیکی فارسی را قید می‌کند که این زبانی است که از طریق آن می‌توان
اسرار هستی مراجعت کرد، نه تنها اون رو بیان کرد بلکه که مراجعت کرد و دعوت نمود که از یأس و ناامیدی دست بشوید گل زرد و رو بیارید به شادی و خرمی و غنیمت دانستن این جهان. این وسیله است که عمر خیام نیشاپوری از نوروز توسط آن استفاده به عمل آورده است. بعد جنبه خیلی عمیقی عرفانی نیز دارد نوروز در شعر ما، در شعر عالمگیر فارسی. همون حافظ است که ببینید میگه که زیکوی دوست می آید نسیم باد نوروزی، از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی. برافروختن چراغ دل یعنی به مقصد رسیدن سالک است. از کجا میاد باد؟ از کوی دوست، از پیر مرشد یا از آفریدگار که در او باید سالک حلول کند، حل شود، در او فنا شود. یعنی نوروز با عنوان آورنده بشارت درباره وارستگی از جانب عارف، از جانب لسان الغیب حافظ شیرازی استفاده می شود. بینید وقتی که به سرچشمه ها نظر می اندازیم می بینیم که نوروز در خود تاریخ ما را ifade می کند، ادبیات ما را در بر گرفته است، یعنی خدمت بزرگ نزد ملت ما کرده است. بله. همینطور نه؟ کاملا درست است. نوروز عموما برای ما از چند لحاظ خیلی مهم است. چنانی که گفتیم جنبه های خیلی عمیق فلسفی و زیبایی شناسی و هستی شناسی دارد که انسان را تربیت میکنن، به او کمک میکنن که از اسرار جهان و هستی واقف شود. در خصوص عالم هستی اندیشه عمیقی گویا که منطقی داشته باشد، زیبایی پسند و زیبایی پرست باشد تا که از زیبایی و موجودیت زیبایی که در طبیعت هستند بهره‌ور شود. و بغیر از این وسیله است برای تأثیر رسانی به اقوام مجاور. اینید گفتیم که از طریق همین جشن‌ها و از طریق ویژگی‌های گوناگون فرهنگ تاجیکان بود و خصوص از طریق جشن‌های صده و نوروز و تیرگان و مهرگان که اون اقوام کوچی خشینی که با ما حمله ور می‌شدند نرم خوتر می‌شدند، با عرف و عادت و زیبایی پرستی و نزاکت و لطافت زندگی مردم بومی یعنی تاجیکان آشنا می‌شدند و از خشونتشون کاسته میشد. هم وسیله است برای تربیت قوم و هم وسیله است برای تاثیرگذاری به اقوام مجاور و همین تاثیرگذاری است که امروز از سردستان‌های سیبیر تا ساحل اقیانوس هند و از هند و مرزهای چین تا سواحل اقیانوس اتلانتیک مردمان زیادی که ایران تبار و تاجیک تبار نیستند از نوروز با عنوان جشن ملی خود تجلیل میکنند. یعنی اونا این جشن را از ما پذیرفتند و این است یک از واسه اگر اونا هم با فلسفه و رازی که خاص نوروز است سرفهم روند آن را درک کنند، البته طبیعی است که از خشونتشون کاسته شده بود و بعدا نیز کاسته میشد. بله. چرا نوروز اینقدر آیین‌های زیادی رو در خود گرفته است و این آیین‌ها چی را ifade میکنند؟ با نوروز آیین‌های خیلی زیادی خاص است که در این خصوص خیلی زیاد گفتند و اگر به طور کلی گوییم از بس که نوروز خودش بالندگی روح آریایی روح تاجیکی است، بالندگی روح از طریق گویا که اقدامات مختلفی پیاده میشد، از طریق سرود، رقص، شعر، فکر، اندیشه، مهربانی، نزاکت، همه اینا در نوروز موجودند، چون که چنانه که ثابت نمودیم یک رمزی بالندگی روح آریایی روح تاجیکی روح عموما اقوام ایرانی تبار است و وسیله است. بار دیگر تکرار میکنیم برای وحدت تمام اقوام آریایی تبار و برای تاثیرگذاری به اقوامی که با ما از لحاظ گویا که قومی خویش هم که نباشن همسایه‌اند و هممرام و از این طریق نوروز با آن مساعدت میکند که از خشونتی که میخوان غربیان به این منطقه تحمیل کنند کاسته شود. یعنی نوروز کمک میکند که وحدت نه تنها در چارچوب ملت بلکه در چارچوب اقوام ایران تبار و در چارچوب اقوام مجاور نیز صورت گیرد. این است
حکمت نوروز، ماهیت نوروز و این است اون ویژگی های خیلی بارزی که خاصی این جشن بزرگی نیاگانمون هستند. یعنی که می توانیم بگیم که واقعا هم نوروز خدمت بزرگی کرده است پیش ملت ما. پس ما چگونه باید به نوروز خدمت کنیم؟ چگونه احترام گذاریم به نوروز و آیین‌های آن؟ خدمت نوروز برای قوم ما خیلی بزرگ است، لیکن قوم ما آفرینده نوروز است. چنانه که گفتیم نوروز نتیجه روح زیبایی پرستی، روح ایجادکاری، روح مقاوم و نجابت تاجیکی است. و امروز ما این پدیده رو که اجدادمان گویا که با ما به ارمغان گذاشتن، به میراث گذاشتن از اون تجلیل کنیم. و چنانه که امروز هست در تاجیکستان، ببینید روزهای نوروز تمام تاجیکستان میرقصد، کوه و دشت و دمن و سبزه و انسان. با گفتی محمد غایب درست میگه، همه جا انجمن نوروز هست، این درست است و این خیلی اقدام خوب است. و این جشن و دیگر جشن‌های آریایی که ما اونها را تجلیل میکنیم، بار دیگر تکرار میکنم، برای افتخار از اون که تاجیک هستیم، افتخار ما را از تاجیک بودن بیشتر میکنند و برای وحدت ملی از این چیزی بهتری نیست. ببینید اقوام مجاور، همسایه‌های برادران ما نه تنها جشن‌های ما را پذیرفتند و به عنوان جشن‌های ملی خود تجلیل میکنند، بلکه اشعاری را که راجع به این جشن سروده شده است حفظ میکنند، ترجمه میکنند و حتی بعضی بزرگان ما را مال خودشون میدونند. بگذار بدونن، از این از ما چیزی کم نمیشد، لیکن ما بار دیگر عالمیان خواهند دریافت که ما آفریننده چنین تمدن بزرگیم که نوروز جزوی از آن است. همین. سلامت باشید. چه تمنای نوروزی دارید به ما و بیننده های ما؟ با شما کارمندان تلویزیون سفینه که از دید من یکی از بهترین، من میتوان گفت که از لحاظ تبلیغ فرهنگ و سنت های تاجیکی بهترین وسیله است در تاریخ معاصر تاجیک، نوروز را تبریک عرض میکنم و از طریق شما و تلویزیون شما به تمام تاجیکان، ایرانی تباران و به تمام مردمی که در زیر تأثیر فرهنگی تاجیکان قرار دارد. مبارک باشد. سلامت باشید. و شما هم مبارک باشد. سعادتمند و سربلند باشید. سلامت باشید. نوروزتون مبارک باشد. با شما هم سلامت باشید.